پگاه کدام روز است؟ روز استقلالیت. انیق استقلالیت یا که شما سراسیم ماشده جواب دادید؟ کنستیتوسیا. تشکری زیاد. پگاه کدام روز است؟ چهارشنبه. با چه روز است؟ روزی کنستیتوسیای جمهوری ترکستان. کدام سال قبول شد؟ 91. 91؟ فکر کنم 91. سال 1994. بار آخر کدام سال تغییر الگوها وارد شد؟ بخشی سویتافور کافو با خوراک میکنم. پگاه کدام روز است؟ پگاه روزی و کنستیتوسیا. پگاه کدام روز است؟ پگاه چهارشنبه. پگاه ششم نوامبر روز کنستیتوسیای جمهوری ترکستان. تشکری زیاد. کنستیتوسیای جمهوری ترکستان کی قبول شده است؟ سال 1994. کنستیتوسیا چند ساله شد؟ 30 سال. پگاه کدام روز است؟ پگاه بله. روزی که کنستیتوسیا. کنستیتوسیا چند ساله می شود؟ 33 ساله. 34. چند ساله می شود؟ 30 ساله؟ بهترین. پگاه کدام روز است؟ پگاه روزی کنستیتوسیا. سلامت باشین. کدام سال قبول شده است؟ با فکرم 90. کمتر بالاتر. 94. تشکری زیاد. پگاه کدام روز است؟ روزی کنستیتوسیای تاجیکستان. کنستیتوسیای تاجیکستان چند ساله شد؟ کنستیتوسیای تاجیکستان 30 ساله شد. تشکر. کدام سال قبول شده است؟ سال 94. تغییر الگوها ها کدام سال وارد شد؟ 1999 2003 و بار اخیر 2016 می نباشد. تشکری زیاد. بهترین. پگاه روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. بهترین. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کدام سال قبول شده است؟ سال 1991. کمتر بالاتر. 93. 94. پگاه کدام روز است؟ نفهمیدم. پگاه کدام روز است؟ پگاه روز چهارشنبه. چی روز است؟ در تاجیکستان خبر دارید چی روز است؟ Не. Завтра какой день? День Конституции Республики Таджикистан. Когда принимали Конституцию? Ее приняли в 1994 году, 6 ноября. Конституция чанд сола шуд? 94 باشه حساب کنین چند ساله میشه. بیا یک جای حساب میکنیم. یک جای حساب میکنیم. تا سال 2024 یعنی چند سال میشود؟ 30 سال. سلامت باشید. کنستیتوسیا کدام سال قبول شد؟ سال 92. باز کمتر دیگه بالاتر. 93. 96. 94. В каких годах были изменения? Значит, всего три раза наша Конституция, в нее вносились дополнения и изменения. Это 1999 год, 2003 год и 2016 год. Конституция кадам сол قبول شده است؟ میدونم. چند سالگی کنستیتوسیا رو جشن میگیریم؟ 30 سالگی. پگاه روز استقلالیت. استقلالیت یا کنستیتوسیا؟ کنستیتوسیا. 1994 باشد. 94. بهترین. باز گفتید که با سوال‌ها شاید نتونم جواب دادن. خب کنستیتوسیا چند ساله میشود؟ 30 ساله. 30 ساله. پگاه کدام روز است؟ پگاه روزی پنجشنبه. چهارشنبه. چی روز است در جمهوری تاجیکستان در تاریخ جمهوری تاجیکستان؟ روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. چند ساله میشود کنستیتوسیا؟ 30 ساله میشه. تشکری زیاد. کدام سال قبول شده است؟ سال 1992 سال. 94 سال. هم صورت ما گریش سال نیست. پگاه کدام روز است مکتوب؟ پگاه روز کنستیتوسیا. کنستیتوسیای ما چند ساله میشود؟ 30 ساله. تشکری زیاد. کدام سال قبول شده است؟ سال 2006 نوامبر سال 1994. بهترین. از چند باب و از چند ماده عبارت است؟ 10 باب 100 ماده. تشکری زیاد. کدام سال ها تغییر الگوها ها وارد شدند؟ سال 92. 99. بتاز بکنه. پگاه کدام روز است؟ روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چند ساله میشود؟ 30 ساله. کدام سال قبول شده است؟ 6 نوامبر سال 1994. تشکر. کدام سال ها تغییر الگوها ها وارد شد؟ ما میدونم از مایل شما امکانات میدیم که با خاطر بیاره. اتش 2003 بود، 2016 یک میشه 1999. از چند باب و از چند ماده عبارت؟ از 10 باب و 100 ماده. بهترین. باز گفتید که ما ایزا میکشیم. ایزا نکشیدید. برای رو میخوایم برای شما.
با فکر شما کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از چه آغاز می‌یابد؟ سرشوی کنسیسیا چی میشه درسته؟ ای مثال نو ای آبادی دولت مثال قانون دولت انا عزت حرمت قانون انا یک دیگر فهمی تشکر زیاد